سلام، من بیتا قاجری. موضوع متن امروزم شجاعت کلامی. شجاعت همیشه در میدان جنگ نیست. گاهی شجاعت یعنی در یک رابطه، در یک لحظه حساس کسی جرأت کند و احساسش را بیان کند. زن یا مرد فرقی ندارد، حتی زنان هم میتوانند پا پیش بذارند. هر انسانی حق دارد بگوید چه در دل دارد و هر انسانی حق دارد که جواب روشن بشنود. اما گاهی جوابها روشن نیستند. گاهی به جای یک بله یا یک نه جمله هایی می آیند سنگین، پر از واژه های کتابی و فلسفی که در نهایت هیچ دری را باز نمی کنند. می گوید راحت باش، منتظر من نمون، و در همان لحظه جمله دیگر می گوید ولی یک روزی در شرایط بهتر دور از همه با هم صحبت می کنیم. این تضاد دل را میبرد میان امید و ناامیدی. انگار با کلماتی که میگوید هم در را باز میکند هم قفل میزند. گاهی حتی صادقانه میگوید اگر تکلیفم با کسی روشن باشد او شاید بگوید بدو، اما من میگویم الان صلاح نمیبینم، الان وقتش نیست، و به صلاح دید خودم در زمان مناسب قدم برمیدارم. اما این جمله چه معنایی دارد؟ آیا امیدی است برای آینده یا بهانه‌ای برای امروز؟ شاید ترس از تکرار گذشته است. هیچ کس نمی‌فهمد و یادم نمی رود که تو اول تلاش می‌کردی ارتباطی میان ما شکل بگیرد، با همان رفت و آمدها، با همان توجه‌ها. من هم دلم خواست با تو باشم. همه به من میگفتن عاشقت نشوم، اما اون چشم‌هایت نگذاشتند و من در همان نگاه اول عاشقت شدم. تو هم همونقدر مقصری که من. نمیشه همه ی ماجرا رو گردن من انداخت. وقتی کنارم ایستادی، نه فقط حضورت که طرز نگاهت، اون لبخند زیبا، سرخی روی گونه‌هات، همه اینها تصویری ساخت که دیگران هم دیدند. تصویر ما رو ساختی. وقتی دل به دلم دادی خیال کردم دوستم داری. حالا دیگران هم وقتی حالم رو میپرسن اسم تو را هم میآورند. میدانن روی تو حساس شدم. حتی بی احترامی که به تو در غیابت میکنند برای امتحان واکنش منه. پس نگو کاری نکردی. من توهم نزدم، اشتباه نکردم. چون حتی اگر از نگاه خودت چیزی نبوده، از نگاه دنیا ما با هم بودیم و این با هم بودن خیالی برای من حقیقت شد. در اینجاست که باید از شجاعت کلامی حرف زد. شجاعت کلامی یعنی وضوح، یعنی یک نفر وقتی روبروی تو می ایستد یا بگوید میخواهم یا بگوید نمیخواهم. چون هیچ انسانی لیاقت معلق ماندن ندارد. هیچ دلی نباید میان کلمات زیبا اما مبهم سردرگم بماند. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کسی را در انتظار نگاه یا تصمیم‌های نامعلوم رها کنیم. شجاعت کلامی یعنی رک بودن، نه اینکه بگویی منتظر نمان و در همان لحظه جرقه‌ای از امید هم در دل بکاری، نه اینکه بگویی نه اما بعد وعده شاید روزی بدهی. این کش و قوس میان امید و ناامیدی سنگین‌تر از هر نه است. آدم‌ها با نه راحت‌تر کنار می‌آیند تا با وعده‌های مبهم و فردای نامعلوم. شجاعت یعنی یا راهی باز کنی یا دری را ببندی. شاید دردناک باشد، زخم صداقت درمان دارد، اما زخم سکوت و وعده‌های معلق درمانی ندارد. و من از این شجاعت پشیمان نیستم. دوست داشتنم خلاصه شد در همان لحظه های چشم راهی. انتظار دیدنت برایم زیباترین شکل ممکن شد. آنقدر زیبا که گرما و سرما دیگر معنایی نداشت. زیر آفتاب یا در باران روی همان صندلی می نشستم، با دل مطمئن به اینکه حتما از این راه می گذری. ساعتها می گذشت، اما برای من همه چیز در یک لحظه خلاصه می شد.
لحظه‌ای که سایه‌ات نزدیک شود و چشمم به نگاهت بیفتد. همان یک نگاه تمام خستگی جهان را از دلم میبرد. اما اگر ابراز علاقه نکرده بودم بهتر بود. حالا یاد گرفتم که هر حرفی میزنم باید نگاه کنم که طرف مقابلم کیست. آیا جنبه شنیدن این حرف رو داره؟ میتونه با صداقت روبرو بشه یا نه؟ و اگر روزی همه ما این شجاعت را داشته باشیم، هیچ کس در دنیا با دل معلق و چشم منتظر شبش رو صبح نخواهد کرد.